دیر کردی خاندایی، ماسک گرفتی؟ چشت روشن مبارک باشه. آشنا پاشنایی چیزی داشتی؟ دست رو دلم نذار دایی که خونه. اگه قبل از پیدا کردن ماسک کرونا نداشته باشی یا تو صفحه خریدن ماسک کرونا رو حتما میگیری. چطور مگه؟ آخه دایی جون تو همه دنیا مشکل اصلی خود کرونا، اما اینجا مشکل اصلی گرفتن الزاماتشه که راضی میشی کرونا بگیری ولی دنبال ماسک و ژل که الان جای طلا رو پیدا کرده اینقدر توش سگ دو نزنی. خب دایی خبرترین رو بخون ببینم چه خیتی بالا آوردن این هفته. الان میخورم خاندایی. سبقت مسئولین از همدیگه با عنوان منم کرونا دارم ترین خبر هفته. محمد رضا منصوری نماینده مجلس گفت تست کرونا مثبت شده، منم کرونا دارم ولی حالم خوبه. دایی من به کرونا گرفتن اینا شک دارم. حق داری گامبیر جون، این ویروس تو تن آدمیزاده که تأثیر داره، تو تن جونورا تأثیر که نداره. مگه نمیبینی نیششون تا بناگوش بازه بعد میگن منم کرونا دارم؟ خاندایی چطوره که اینا مثل اون محمود صادقی اینقدر سرحال تو فیلم میگن کرونا گرفتن بعد سه سوته خوب میشن، یه دفعه هم از داروخونه مجلس عکس توییت میکنن؟ میدونید دایی یحتمل 2 مدل کرونا اومده، یکی مخصوص مسئولین یا همون گن برتر و آقازاده هاشونه که امروز میگن تست دادیم ما هم کرونا داریم، 2 روز بعدم میگن خوب شدیم. یکی هم مخصوص هواموناسه که تا نکشتمون ولکن نیست لامصب. خاندایی یکی دیگه شون پسر اعداد عادله که با ایموجی خنده توییت کرده بالاخره منم کرونایی شدم. این طول چخی چنان میگه بالاخره منم کرونا گرفتم انگار مهر ایزا 9002 برای شرکت باباش گرفته. خاندایی چرا میگن این کرونا وحشی تر از مدل چینیشه؟ به قول معروف دایی جان میگه کمال همنشین در من اثر کرد، از اون جایی که از اولش این کرونا با آخوندانشه هرچی هم که بلد نبوده یاد گرفته. خاندایی یه هشتگ هم راه انداختن که کرونا رو شکست میدهیم. کامبیز این هشتگشون منو یاد انتقام سختشون میندازه که تلفاتش از مردم گرفتن. بدبختی ما که یکی دوتا نیست دایی، 40 سال ما تو این مملکت کرونا و روحانا و کوفتونای ولایی داریم که اگه یکی از اینا مسئول هر کشور دیگه ای بودا مدل بمب هیروشیما و ناکازاکی از اون کشور کشته میگره. بریم دایی که وقت همومه. بریم دایی.